مادرم میگفت وقتی خوب کن البته با پلوی راست اونم کاری که نیت میکنی سر بکن با قوای بازو راست نان را دایم با دستی راست گیر پوشم و آستینی راست را گر ببندی یک دستی راسته دستی چپ خیر دارد نبکن خورد بودم به خبر بودم هنوز فرق بین دستی چپ و راست چیست خوب کردن سر بودن مداو در دستی چپ و راست نیست بعد فهمیدم مرادی مادرم سن نصیحت خوش دیگر بوده است با چون این پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بین بوده است با چون این پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بین بوده است مادرم میگفت وقتی خوب کن البته با پلوی راست اونم کاری که نیت میکنی سر بکن با قوای بازو راست نان را دایم با دستی راست گیر پوشم و آستینی راست را گر ببندی یک دستی راسته دستی چپ خیر دارد نبکن خورد بودم به خبر بودم هنوز فرق بین دستی چپ و راست چیست خوب کردن سر بودن مداو در دستی چپ و راست نیست بعد فهمیدم مرادی مادرم سن نصیحت خوش دیگر بوده است با چون این پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بین بوده است با چون این پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بین بوده است